سوال میخوام بکنم، مردانه به من بگین، شرفی برادرانه، به قول ترکا شرفه. آره آقا یه چیزی من میخوام اعتراف بکنم، من ترکیه زندگی میکردم. من ترکیه کی زندگی میکردم؟ من ترکیه خارکوسه 20 سال پیش آکسارای زندگی میکردم. 2 سال آکسارای بچه هایی که قدیم تو آکسارای بودن منو میشناختن. منو موری یادتون هست که آره، ولی خب سرمون تو کس خودمون بود، تو کون خودمون بود. آره خب منظورم کسایی که ترکیه زندگی میکنن و ترکی بلدن، من یه تعصب خاصی روشون دارم. حاجی پیروز توی اکسپلور این آقای بهادر رو دیدم، بهادر وحشی، مای ظرفشویی رو زد به سرش، کف کرد، ریخت تو راکی، سر کشید خورد. به روح مادرم قسم.